یه دونه جمله رو میذارم. یا مثلا به جای اینکه بگی من یه پادکست قراره حتما درست کنم تا آخر هفته، با خودت بگو که من اگه مثلا هر روز در کانال تلگرامم یه وایس 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای ضبط میکنم. اینا باعث میشه که تو کم کم اون عادت رو به دست بیاری و عادت وقتی که تبدیل شد به عادت دیگه خیلی راحت میتونی کم کم هی اینو بیشترش کنی و تبدیلش کنی به اون چیزی که هدف اصلی خودت. مورد دوم، یعنی تکنیک دومی که وجود داره این هستش که از زمانبندی درستی استفاده کنی. یعنی مثلا بیای برای خودت بگی که من 15 دقیقه در روز رو فقط میخوام به ساختن اختصاص بدم، نمیخوام توی این 15 دقیقه فکر کنم در مورد تولید محتوا، نمیخوام کتاب بخونم، نمیخوام بچرخم توی مثلا سایت‌های مختلف، هیچی نمیخوام سرچ کنم، نمیخوام برم تو هوش مصنوعی چت جی پی تی این منور جستجو کنم در مورد چیزی. اصلا قرار نیستش که این 15 دقیقه به همچین مواردی بگذره. من فقط میخوام 15 دقیقه در روز رو به تولید محتوا بپردازم. حالا این تولید محتوا ممکنه با خودت بگی مثلا من یه روز یه وایس 2-3 دقیقه‌ای میذارم، یه روز مثلا یه جمله مینویسم، یا هر چیزی که خودت مد نظرت هست. یعنی باید حتما یک زمان مشخصی رو در طول روز به انتشار محتوا اختصاص بدیم. مورد بعدی، یه دفتری داشته باشیم برای اینکه عملکردمون رو در طول روز ثبت کنیم. این دفتره یه کمی با اون دفترهایی که مثلا توش چیزایی که خوندیم و ثبت میکنیم، یا اینکه مثلا کارهایی رو که قراره در آینده انجام بدیم مثلا توش مینویسیم و اینها، این دفتره یک کم با اینا فرق میکنه. میخوایم یه دفتری داشته باشیم که آخر شب بنویسیم امروز من چی کارا کردم. امروز مثلا من از صبح رفتم برای وبینارم آماده شدم، یه مهمونی دادم، نمیدونم هر فعالیتی که انجام دادیم، فلان کتاب رو خوندم، فلان مقاله رو خوندم، یا دخترم رو مثلا رسوندم مهد، هر کاری که انجام دادی و به خودت میبالی بابتش. به هر حال ما خیلی حتی فعالیت‌های کوچیکی که ممکنه در طول روز انجام بدیم، همین که تونستم با تمام مشغله‌ام خودم رو برسونم و مثلا دخترم رو از مهد بیارم، یا هر اتفاق دیگه‌ای که افتاده در طول روز برای ما افتاده و من تونستم اقدام عملی براش انجام بدم، اینها رو برای خودم تو اون دفتر می‌نویسم. این در پایان روز یه حس خیلی خوبی به ما میده، حس این که من تونستم یه سری کارهایی رو که میخواستم در طول روز انجام بدم، یا حتی اگر که بعضی از کارها رو انجام ندادم به هم یادآوری میکنه که این کارها رو قرار بود انجام بدی ولی انجامشون ندادی و خب این خیلی کمک کننده است. پس اینم میتونه یک تکنیک دیگه باشه که من خودم اینو انجام میدم و واقعا برام اثرگذار بوده، خیلی حس خوبی بهم میده و باعث میشه که یه مروری از اتفاقاتی که در طول روز برام افتاده داشته باشم و هم میتونم روزمو بهتر تحلیلش کنم، ببینم کجاها بد عمل کردم، کجاها خوب عمل کردم. هم این که خب یه حس عزت نفس به آدم میده، این که مثلا تو تونستی یه سری از کارهایی رو که مد نظرت بوده به انجام برسونی، خودش حس خیلی خوبی در آدم ایجاد میکنه. پس یه دفتر ثبت عمل‌ها هم باید داشته باشیم که کم کم در واقع توی با داشتن یه همچین دفتری این هویت رو برای خودمون بسازیم که من یه آدمیم که عملگرام، یه آدمیم که آخر روز که میشه کلی کارها دارم که تیک زدم و خوشحالم از این که این کارها رو تونستم انجام بدم. پس اینم یعنی بتونیم هویتی که خودمون برای خودمون ساختیم رو در ذهنمون تغییر بدیم، از کسی که فقط داره فکر میکنه و ایده پردازی میکنه به کسی که عملگراست و داره اجرا میکنه خیلی از چیزها رو. مورد بعدی که یعنی تکنیک بعدی که باید برای عملگرا بودن مد نظر داشته باشیم، من میتونه بهمون کمک کنه، اینه که هم مسیر داشته باشیم توی حالا اون هدفی که داریم و تو اون مسیری که قرار گرفتیم. خب این که هم مسیر داشته باشیم، پیدا کردن یک هم مسیری که حالا دقیقاً هدفش با من یکسان باشه و بتونم باهاش توی اون زمینه هم فکری کنم، بتونیم به هم دیگه انرژی و انگیزه بدیم، یه کمی شاید سخت باشه و من فکر میکنم که همین فضای
وبینار مدرس محتواگر و اون کانال تلگرامی که داریم خیلی میتونه کمک کننده باشه که همین گروهی که هستیم و با هم دیگه توی یک حوزه مشترک داریم فعالیت میکنیم، هممون دغدغه‌های یکسان و مشترکی داریم و دغدغه آموزش رو داریم، اگر که مثلا همین گروه با هم دیگه تلاش کنیم که ایده هامون رو به اشتراک بذاریم و اون گام های عملی که انجام میدیم رو به اشتراک بذاریم، این انگیزه میده به هممون. و خب من برای این موضوع توی سال جدید ایده هایی دارم، فعالیت هایی رو قراره توی کانال انجام بدیم که به هممون کمک کنه که عملگراتر پیش بریم و گام های اجرایی داشته باشیم برای رسیدن به هدف هامون. پس برای این هم مسیر داشتنم که یه فکرایی براتون کردم و قطعا توی کانال اگه همراه باشین بله چالش میتونیم بذاریم، اینم فوق العاده است. هر ایده‌ای که دارید هم خوشحال میشم بگید بهم که حالا من خودم هم یه سری کارهایی رو قرار انجام بدم، میبینید تو روزهای آینده، ولی اگه شما هم ایده‌ای دارید، نظری دارید، خوشحال میشم که بگید اصلا کلا دوست دارین که توی چه موضوعهایی مثلا چالش داشته باشیم و همه با هم همراه بشیم. یه دونه تکنیک دیگر رو بگم و بعد دیگه بریم سراغ قسمت پایانی جلسه. اول خیلی از مواقع ما فکر میکنیم که وقتی میخوایم محتوایی رو منتشر بکنیم حتما اون محتوا باید جدید باشه، یعنی مثلا اگه من تا الان 30 تا 40 تا محتوا منتشر کردم فکر میکنم که دیگه 41می باید باز جدید باشه دیگه، ولی در اکثر مواقع یعنی نیاز نیست همیشه شما دنبال این باشین که یه محتوای جدید رو تولید کنین. خیلی وقتا ما مثلا برمیگردیم اون محتوای قدیمی که داریم رو باز تولیدش میکنیم، ممکنه که بیایم یه جور دیگه اینو بازنویسی کنیم، مثلا حتی ممکنه که در همون قالب باشه ها، یعنی قبلا هم یک یادداشتی داشتیم توی یه موضوعی، حالا میایم با یه بیان تازه اونو عنوانش میکنیم. حالا این بیان تازه گاهی اوقات ممکنه اینجوری باشه که مثلا من توی سایتم یه مقاله‌ای رو دارم، میام اصلاحش میکنم و حالا به شکل جدید منتشرش میکنم، یا گاهی اوقات هم ممکنه که اصلا به عنوان 2 تا محتوای مجزا انقدر فضا و ساختارش متفاوت شده باشه این محتوای جدید، با اینکه مضمون اصلی و محوریش ممکنه مشترک باشه، ولی میبینی که 2 تا محتوای کاملا مجزایی هستن و جدا از همدیگه میتونن منتشر بشن. توی بحث آموزش موضوع تکرار خیلی مهمه، یعنی گاهی اوقات بعضی از موضوعات انقدر مهمه که ما شاید لازم باشه بارها و بارها توی محتوامون بهش اشاره کنیم و تکرارشون کنیم تا برای مخاطب خوب جا بیفته و بتونه همین که میگیم مثلا وارد اجراییش کنه برای خودش. پس یک موضوع مهم دیگه هم این هستش که به این فکر کنیم که بعضی از محتواها رو میتونیم باز تولیدشون کنیم و گاهی اوقات هم ممکنه اصلا قالبش رو کلا تغییر بدیم. قبلا مثلا یه مقاله منتشر کردیم با یه موضوعی، حالا بیایم و همونو مثلا با یکم تغییر به صورت ویدئویی ارائه بدیم، یه پادکست براش تولید کنیم یا چیزایی از این مدل. پس اینم مد نظرتون باشه و در نهایت میخوایم به این فکر کنیم که اگر بخوایم همین هفته، یعنی از این 3 شنبه تا 3 شنبه بعدی، یک گام عملی کوچیک برای رسیدن به هدفمون رو طراحی کنیم و انجامش بدیم، چه چیزی مثلا با توجه به اهداف هر کدوم از شما عزیزان چه گام کوچیکی فکر میکنین میتونین بردارین که به اون هدف نزدیکتر بشین؟ اگر اینجا برای ما هم بنویسید خیلی خوب میشه. بله خانم آشوری، قطعا مسیرها دقیقاً یکی نیست، یعنی دوستان مدرس محتواگر همه هستن ولی در حوزه‌های مختلف. حتی مثلا ممکنه که بعضی از دوستان توی آموزش پرورش هستن، بعضی از دوستان نه، فقط محتوای آموزشی دارن تولید میکنن و خب مسیرها متفاوته، موضوعات که قطعا متفاوته، اما با این حال همه ما
بالاخره باید تولید محتوا بکنیم. همه ما میخوایم یه آموزشی رو ارائه بدیم و قالب‌های تولید محتوا هم مشخص هستن و میتونیم از قالب‌های متنوعی که وجود داره مثل پادکست و ویدیو و مقاله و چیزایی از این دست میتونیم از اینا استفاده کنیم. پس به هر حال هممون برای اینکه بخوایم به اون هدفمون برسیم نیاز به انتشار محتوا داریم. حتی ممکنه که مثلا یه نفر تو حوزه تولید پادکست بخواد فعالیت کنه، یه نفر تولید مقاله. با این حال این دوتا میتونن با هم به هم دیگه انرژی و انگیزه بدن. لزومی نداره که حتما دقیقاً حوزه فعالیتشون مشترک باشه. خب دوست صمیمی خود من خانم مرضیه رمضانی، ایشون توی بیرجنده و اصلا حوزه کاریش مثلا هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مختلف و اینها هستش و مثلا نرم افزارهایی که برای مدیریت کسب و کارها استفاده میشن. و من اصلا دارم تو حوزه آموزش کار میکنم، 2 تا زمینه کاملا مجزا. ولی خب دوتامون داریم تولید محتوای آموزشی میکنیم و خیلی مواقع همفکریامون به همدیگه تونستیم با این همفکری به همدیگه کمک کنیم. خیلی وقتا به همدیگه انگیزه دادیم، انرژی دادیم، جایی که یکی کم آورده اون یکی به دادش رسیده. خلاصه این همراهیه حتی اگر که زمینه کاری متفاوت باشه خیلی کمک کننده است. خانم آشوری دوباره گفتن که به نظرم وقفه تعطیلات عید منو در بعضی از فعالیت‌ها متوقف کرده. همین که به روال قبل برگردم و نظم قبل رو برقرار کنم، هر روز 2 ساعت برای طراحی سایت هم وقت بذارم. خیلی عالی. حتما قبل از این خب ایشون وقت میذاشتن برای طراحی سایت و عادت داشتن به این که چنین زمانی رو اختصاص بدن برای طراحی سایت و حالا الان دوباره میخوام برگردن به همون عادت قبلی. به خاطر همین 2 ساعت رو در روز براش قرار دادن. فکر می‌کنم گام بزرگیه برای اینکه مثلا اگر کسی قرار باشه تازه وارد یه همچین عرصه‌ای بشه. اما خب ایشون قبلا تو این زمینه فعالیت کردن و عادت دارن به اینکه مثلا یه همچین ساعتی رو اختصاص بدن برای سایتشون. حالا دوباره میخوام برگردم به این عادت و فوق‌العاده است. خانم نازک، من یه یادداشت نیمه تمام دارم که قرار بود تبدیل به مقاله بشه. چند وقتی از پیگیریش دور افتادم، امیدوارم بتونم اونو پیش ببرم. خیلی هم عالی، واقعا خیلی ارزشمنده. بسیار عالی. دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم و مرسی از اینکه همراه هم بودین. حتما توی کانال فعالیت داشته باشین. من اونجا دوباره پست هایی میذارم در رابطه با همین موضوعی که مطرح کردم که چطور بتونیم فعالیت هایی رو در کنار همدیگه پیش ببریم و به هم انرژی و انگیزه بدیم برای ادامه کار. سلامت باشین. ممنون از همراهیتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.